اگر یه تار یا یه ستار بیکار تو خونه داشتی تا الان و به هر دلیلی ازش استفاده نکردی و کلاساتو شروع نکردی، میخوام یه خبر خوب بهت بدم که ما شروع کردیم آموزش تار و ستار رو از صفر تو یوتیوب ضبط کردن و آپلود کردن. تنها چیزی که بهش احتیاج داریم خب طبیعتا همون سازمونه و یه دفتر نوت. جلد اول کتاب تار و ستار هنرستان، البته الان اصلا این شکلی نیست، خیلی تغییرات کردیم، کتاب من خیلی قدیمیه. جلد اول کتاب جلال ذوالفنون، اینو میخوام حتما، حالا میگم که چجوری میخوایم ازشون استفاده بکنیم. و کتاب تار و ترانه. این سه تا کتاب رو ما به صورت موازی با هم پیش میبریم. یعنی تو کلاس‌های حضوری خودم یا کلاس آنلاین شخصی خودم هم همین جوریه. وقتی که میخوام با این نفر از صفر شروع بکنم، یه کتاب خاص و یه متد خاص رو از صفر تا صد پیش نمیریم، از اول تا آخرش نمیزنیم، چون که طبیعتاً یه بحثایی تو اون یکی کتاب هست که خیلی میتونه بهت کمک بکنه و ما ازش غافل میشیم. مثلا کتاب ذوالفنون عالیه، اما خب بالاخره یه باگایی داره، اون باگاشو با کتاب هنرستان پر میکنیم و برعکس. و هر دوتای این کتابا یه باگی دارن که یه خورده بعد از یه مدت خسته کننده میشن و کسل کننده میشن. به خاطر همین رجوع میکنیم به کتاب تار و ترانه. وسط اون تمرینایی که داریم به صورت آکادمیک انجام میدیم و باش سازمون رو میشناسیم، لازمه که گاهی بتونیم یه ترانه‌ای بزنیم، یه ملودی آشنایی رو هم یاد بگیریم که اونجا کتاب تار و ترانه میتونه به اون کمک بکنه. و دفتر نوت میخوایم برای یه سری مسائل تئوریک و دیکته کردن و دشیفر کردن، نوت‌خونی و اینجور چیزا. روند کلاسمون پس این شکلی شد که این سه تا کتاب رو موازی با هم پیش میبریم که بتونن همدیگر رو کاور بکنن و یه نتیجه خیلی خوبی در نهایت ازش در بیاریم. این مجموعه که شروع شده ته نداره فعلا، واقعا نمیتونم بگم چند قسمت میشه، 40 قسمت میشه، 50 قسمت میشه، 200 قسمت میشه، نمیدونم. شروع کردیم و پر انرژی و با انگیزه میخوایم ادامه بدیم تا هر جا که شد. و موضوع بعدی این که روند کلاسمونم این شکلی نیستش که بخوایم بیایم تو 10-20 جلسه اول فقط ساز تو دست گرفتن و آناتومی ساز و تئوری 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 بعد برسیم تازه به ساز زدن. اصلا این شکلی نیست. ما از جلسه اول شروع میکنیم به زدن، وارد اون مسیر میشیم، وارد اون راه میشیم و هر جایی که نیاز داشتیم یه تئوری رو راجع به اون موضوعی که داریم کار میکنیم بدونیم، اون تئوری توضیحش همونجا داده میشه که درک بشه. خلاصه که ما هر تئوری رو که بخوایم یاد بگیریم به موقعش و اونجایی که ازش قرار استفاده بشه کار میکنیم. کاری نمیکنیم که تئوری برامون خسته کننده بشه و ازش زده بشیم. این هم از این موضوع. و موضوع مهم بعدی اینه که الان این سوالی تو ذهنتون پیش میاد که فکر میکنین کلاس ها یک طرفه است، روند کلاس یک طرفه است، فقط من ویدیو رو میذارم و شما تمرین میکنین. نه، اینجوری نیست. قرار بر این میشه که هر چند وقت یه بار یه لایوی میذاریم و بچه‌ای که دارن تمرین میکنن تو لایو میان بالا، درساشون رو اجرا میکنن، سوالاتشون رو میپرسن، هم ترسشون از همون ابتدا ریخته میشه در برابر بقیه ساز زدن و مواجه میشن با این مسئله که این خودش میتونه خیلی درس عالی باشه براشون. و همین که ممکنه یه سوالی که داشته باشه 20 نفر دیگه هم همون سوالو داشته باشن و از این طریق با هم دیگه اطلاعاتمون رو رد و بدل میکنیم، تبادل اطلاعات میکنیم و سوالات و مشکلات شما علاوه بر اینکه تو کامنت ها میتونید ازم بپرسین و به تک تکشون جواب میدم، اون شکلی هم میتونیم رفع اشکالامون رو داشته باشیم. پس یه طرفه نیست روند کلاس ها. تنها کاری که الان شما لازم انجام بدین تهیه این کتاب و دفتر نوت و سازی که دارین و یه انگیزه عالی. واقعا
نیاز داریم که اگر میخوایم به نتیجه برسیم و ساز یاد بگیریم بزنین، نوازندگی بکنین، باید از الان ذهنتون رو آماده این موضوع بکنین که این کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست. یعنی خوشبینانه اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، حداقل ممکنه چندین ماه زمان ببره تا شما بتونین یه چیزی رو دلنشین بزنین. ممکنه تو جلسه دومتون یه چیزی بزنین، یه ملودی بزنین، ولی اینکه بخواید دلنشین بزنین ممکنه ماه‌ها و سال‌ها زمان ببره. پس خیلی زود دنبال نتیجه نباشین، صبر کنین، تمرین کنین، مستمر تمرینتون رو باید ادامه بدین و خیلی به نتیجه از روز اول فکر نکنین، چون هنر همینه. ارزش هنر به اینه که سخت داره به دست میاد و این سخت به دست اومدنشه که ارزشمنده. و وقتی که شما این مراحل رو رد بکنین، اون رنج رو تحمل بکنین، اون سختی ها رو تحمل بکنین و در نهایت بهش برسین، اون موقع تو یه امتیازی داری که با بقیه فرق میکنین و این خودش خیلی عالیه. هر روز باید تمرین‌ها رو انجام بدیم. من سعی میکنم که هر 2-3 روز یه بار به صورت میانگین ویدیوها رو آپلود بکنم براتون تو 2 تا پلیلیست متفاوت، پلیلیست آموزش ستاره از صفر و پلیلیست آموزش تار از صفر تو کانال یوتیوب باید ببینید. به صورت میانگین گفتم هر 2-3 روز یه بار. ببینید یه درسمون ممکنه مثلا 10 دقیقه باشه، یه روب باشه، یه درس ممکنه 2 ساعت بشه. خب اصلا هیچ نظم خاصی نداره که بگیم خب هفته یک جلسه نیم ساعته برای شما تشکیل میشه. نه اصلا اینجوری نیست. ممکنه امروز یه درسی بذارم، تشخیص بدم که فردا هم باید بذارم و پس فرداش هم باید بذارم، یعنی 3 روز پشت سر هم مثلا جلسه دوم، سوم، چهارم مثلا بذاریم. یا برعکس ممکنه یه روز یه جلسه بذارم براتون و تشخیص بدم الان شما احتیاج دارین که 2 هفته رو این کار بکنید، جلسه بعدش مثلا 2 هفته بعد بذارم. این بی‌نظمی که دارم ازش صحبت میکنم آمدان است، یعنی با برنامه ریزی هستش که من شخصا توی ذهن خودم دارم و تشخیصیه که میدم که چه مقدار مطلب الان نیازه که شما توی این جلسه یاد بگیری و چقدر زمان براش باید صرف بکنید. اینو بسپاریم به من، شما اصلا نگرانش نباشین. شما فقط تنها دغدغه‌تون این باشه که تمریناتتون رو از زمانی که شروع میکنید قطع نکنین و مستمر ادامه بدین. پس خوشحال میشم که بریم کانال یوتیوبمو سابسکرایب بکنین و از همین امروز فردا منتظر باشین که جلسه اول شروع بشه. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که لذت ببرین از این اتفاقی که داره میفته و به دوستاتون هم معرفی کنین. فعلا خدا نگهدار.